السلام علیکم. یادت رفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یارا با چشم خود میبینه. بر تو در پروژکتور تصویر استاده که 100 زیر از پیشش گرفته، رشوت خورا، بازنامش چی مانن؟ حق گرفتم. باطله در افغانستان چی میگن؟ حق گیری میکنه. آفرین که حق گرفتی، بته نال حق ازیره چی بود تو میشه؟ بته یک 20 رکعت نماز. این حال 20 رکعت نماز اگر به خاطر 100 سلام علیکم ترک ما چیز نگفته. اوه یک روز که یادت میه که اعصابت خراب بود مرا دو زدی. بته 20 رکعت اگر سر برزی تو چی گفتی؟ نمره مده امتحان کم دادی. بابا چه کم نداده باور بکن. بکش دفترم حالا این سه میشه اما که آمدم برات گفتم که استاد نمره ما کم دادی. برو بچا برو کار خیستم که تلویزیون این حالا سه عقل راست میگه ترکاتا میگرفت. تو چی گفتی؟ دفتر اعمال از اگال من خواهر قدر میشه این حالا هر کس میگه یختصمون چی مانا؟ قصاص چی مانا؟ اینه میگه این حالا الله نگاه کنه اینه میخواستم دیگه تو دیگه نمیخواستم سهل میکنی یا گرفته میره و گرفته میره و گرفته میره. و اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ من یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام و زکاة و یأتی وقد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا. خون ریختاندن شهید امو دستش و امو با خون و خونپر مه و از گلون انسانی که ایره به شهادت رسانده بمبارد کرده که تیارای خود یا توپا را بند کرده و دستش در یخه نشست و میگه پروردگارا حق من از پیش ازی بگی. الله از این روز نگاهت کنه. الله از این روز نگاهت کنه دست 1000 نفر و قد شتم هذا و اکل مال هذا و سفک و ضرب هذا ایره لد کرده فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهم. این خطرناک است. کالیا که آمدن قطار از کل ازی حالت سیل میکنن دفتر اعماله که نه نماز مان نه روزه مان نه عبادت مان کلش مردم برد. آلی قطار هنوز هم است. یارو چطور کنم؟ میگه خب یا برد بس برو یا برو این حال صرف دیگه حسنات نمانده. حالا چطور میکنی؟ حالا میگه از گناه های ازی بگی در کله ازی پرد. خود چی گناه کردی بیادر؟ کدام فیسبوک ها که کدام روز تو واس کردی که کدام چیزا که فری آمده باشه هم تو فری سعی کرده ما بدبخت نماز خان حالا فری های ازی در کله باش سعیست؟ عمر رضی الله تعالی بچه خودم میگه که بچه پیش ازی که محاسبه شوی خودم محاسبه بکن. خودم محاسبه بکن که در روز قیامت اینو تا حالت است. آل سف پس تو تکلش این فری سعی کرد 70 تکله استاد فری های ازی نوشی چارت تو چی کردی؟ یگان گناه منا یگان چیز تو دام وقتی اینه یگان گناه کردم سب یگان گناه کردم اینه سب اینه گناه هزیرم دکله هزیر بایی بازی نخوریم که ما نماز میخونیم ما روزه میگیریم ما عبادت میکنیم و باز در حقوق بنده های الله چی هستیم؟ بی تفاوت هستیم. الکلمت الطیبه صدق. السلام علیکم قندق سیستویت یخشی جان بامجور خلاص سیست
کتی یک مسلمان السلام علیکم خوب هستین جان هستین بخیر هستین وطندارا کده خوبه کتی یک مسلمان حقش چیز کن بعضی کس بفرمایید شما الان چه بسیاری کسا هستن که چی کردن بسیاری کسا هست کمک یک نفر کمی دید که رنگکش سیاست او زاغ بچش چطور هستی کارغه چنگه کارغه گله الله او می قسم خلق کرده یک کس را دید که کمک قدش بخش است دیدی قدوگه کرد میگه نمیگه اینمی کلمه تو در روز قیامت از نماز و طاعت و عباداتت گرفته میشه و اگر نماز و طاعت و عبادت نداشتی گناه از این کلی تو مفته چرا ثم طرح فی النار بازی که در اونجا که برید نمان چیز برد دیگه نمان خب با انسان با اعمال صالح و اعمال صالحی تا به دست خودت گرفتی تا اونجا توضیح در روز قیامت استاد هستی و محکمه الهی هست ما لهذا الكتاب دفتر اعمالم برات داده شوه لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها یک روز ما در راه دیدیم برش یک کلمه زشت گفتیم و این حال صاحب آمده روز قیامت هست دیگه هر کس میخواد جیبای خود پر کنه والا تو ما چیز نگفتیم بخوان دفتر اعمال تا یک روز که سر ما یک پرزگک رفتی خب صدایی چرا سرزی پرزه رفتی یعنی حالا صدایی شرمنده روز قیامت است استاد است استادایی در کجا نماز را خواندی بتش برش درکات نماز صاحب یک درکات دمی مسجد عثمان غنی دمی نوابات دیگه پک پالی تانگ تیل بسیر سالنگی صاحب یک مسجد است همینجا یک درکات خواندیم نه این چی میگه نه صاحب نمازش خونه معلوم میشه تو خط خطکی است از این نمازهای لکست درکات بتش نماز قبول شدگی نماز قبول نشده که تو تست مرغوار خواندی نماز قبول شدگی درکات بته درکات نماز قبول شدگی باز که دفتر اعمالش دفتر اعمال باز میکنه درکات نمازش در مکه مکرمه قبول شده این سر درکات نماز گرفته یادت رفت که یک روز ریسگه که ما آوردم پیش دستر میزت تیرک تا آوردی که برات میگفتم السلام علیکم سلام بهت بگو السلام علیکم